یک کشور اسلامی یعنی فلسطین به وسیله خبیث‌ترین کفار عالم غصب شده، حکم قطعی شرعی این است که بر همه واجب است تلاش کنن، کمک کنن، این رو برگردونن، فلسطین رو برگردونن به مسلمان ها، به صاحبان اصلیش، مسجدالاقصی رو برگردونن. اینجا یک حرکت الهی داره انجام میگیره. مردم فلسطین و غزه که دارن مجاهدت میکنن به معنای واقعی کلمه، در واقع دارن جهاد فی سبیل الله میکنن. اون کسانی که به اینها کمک میکنن کمک به جهاد فی سبیل الله میکنن. حزب الله لبنان که به خاطر غزه سینه خودش رو سپر میکنه و در معرض این حوادث تلخ قرار میگیره، این داره جهاد فی سبیل الله